سلام خدمت دوستان چنل پی سی گیمینگ هاب و کسایی که داخل یوتیوب حالا این ویدیو میبینن. تو این ویدیو میخوام آموزش کار با برنامه لاسلس اسکیلینگ رو بهتون یاد بدم که این برنامه چی کار میکنه. اول از اینکه بخواید برنامه رو دانلود کنید بعد وارد چنل تلگرام ما بشید. حالا فرق نمیکنه، اگه از قبل بودید که خیلی عالی. زیر همین ویدیو من حتی داخل تلگرام مربوط به این جایی که میتونید دانلودش کنید لینک میکنم و شما رو پیام که بزنید براتون میاره. یه همچین پیامی هست داخل تلگرام، موقعی که وارد بشید میتونید اسمش رو سرچ کنید یا زیر همین ویدیو براتون لینکشو میذارم. اینجا دانلود رو میزنید و وارد گروه میشید و اینجا دانلودش میکنید. موقعی که دانلودتون تموم شد میایید و فایل زیپ رو اکسترکت میکنید. اینجا بعد اینکه فایل زیپ رو اکسترکت کردیم فولدر رو باز کنید و ما با یه همچین پوشه برمیخوریم که داخلش کلی فایل است. ما به اینا هیچ کدوم کاری نداریم. طبق برای فعال کردن برنامه اولین کاری که نیاز بکنید، چون برنامه کرک شده است و به صورت قانونی نیستش، ببینید این برنامه داخل استیم حدود 5 تا 6 دلار قیمتشه و این نسخه‌ای که ما داخل چند تلگرام گذاشتیم نسخه کرک شده شه، پس حتما باید کرکش رو فعال کنید وگرنه کار نمیکنه. برای فعال کردن کرکش هم موقعی که از اکسترکت در آوردین فایل زیپو، اینجا میایید و دنبال فایل activate me first.reg میگردید، روش یه بار کلیک میکنید، براتون یه همچین پیغام میاد، رو گزینه yes میزنید و اینجا اوکی میشه. زیاد نگران نباشید، اتفاق خاصی برای ویندوزتون نمیفته، فقط برنامه این وسط کرک میشه. تموم شده و بعد برنامه رو ما اجرا میکنیم. یه همچین منوی داره و خب اصل کار این برنامه چیه؟ ببینید دوستان، این برنامه یه فریم جنریشن نرم افزاریه که شما باهاش میتونید روی تمام گیم هایی که دوست دارید، فرق نمیکنه قدیمی جدید، هر گیمی، اصلا ویدیو، حتی هر چیزی که بخواید روش فریم جنریشن فعال کنید میتونید با این برنامه روش فعال کنید. و کار باهاش چجوریه؟ ببینید به دو صورت داره. یه حالت گلوبال داره که شما موقعی که فعالش میکنید روی اون صفحه نمایش فعال میشه، یعنی روی اون صفحه نمایش هر چی که هستش، هر فریمی که روی اون صفحه نمایش شما نشون داده میشه رو اون جنریت میکنه و بهتون تحویل میده. و حالت گلوبالش ما کاری بهش نداریم و میخوایم به حالت فعال کردن فریم جنریشن در گیم هاش بپردازیم. برای اینکه بخواید مثلا یه گیم خاصی رو توش فریم جنریشن فعال کنید، میایید این پایین یه گزینه به علاوه هستش آبی رنگ و روش میزنید. اینجا تایتل گیمتون رو مثلا اسمش رو هر چی میخواید میتونید بذارید، ولی ترجیحاً مثلا اسم همون گیم بذارید که مثلا بدونید که چه گیمی رو اد کردید. من میخوام اینجا مثلا داین لایت 2 رو اد کنم و اینجا براوز میزنید و قسمتی که بازیتون رو نصب کردید رو، یعنی پوشه جایی که بازی نصب شده رو انتخاب میکنید. اینجا ما پوشه‌ای که جایی که بازی نصب کردیم پیدا میکنیم و فایل عکس بازی رو باید حتما پیدا کنین، یعنی اون لانچر بازی مهمه. حالا بسته به هر گیمی فرق میکنه که برای داین لایت 2 مثلا این هستش و من اینجا اد رو میزنم. ببینید یه گزینه دیگه پایینش داره اوتو اسکیل، اینم روشن کنید بد نیست. کارش اینه که موقعی که شما وارد اون گیم میشید خود به خود این برنامه تشخیص میده که این گیم رو شما استارت زدید و رو شروع میکنه فریم جنریشن رو با آپ اسکیلی که مثلا روش گذاشتید تو همین برنامه رو شروع میکنه خود به خود اجرا کردن و شما نیاز ندارید که دیگه آلت و تب کنید بیاید داخل این گیم. حالا من اینجا مثلا روشنش میکنم و دیلی هم میتونید براش بذارید، مثلا چند ثانیه بعد اینکه گیم اجرا شد این برنامه خودش شروع کنه به کار کردن. من اینجا 5 میزنم، اینجا اد رو میزنم و برای من یه همچین منوی بالا میاد. ببینید اولین گزینه برای من میزنه که چه تایپ فریم جنریشنی میخوام برای خودم فعال کنم روی این گیم، که چند تا ورژن هستش که آخرین ورژنش همیشه بهترین ورژنشه چون باگ نداره، فیکسه و بهتر از بقیه کار میکنه و من همون ورژن آخری رو انتخاب میکنم. پایینش یه مات هستش. منظور این چیه؟ یه دونه آداپتیو، یه دونه هم فیکسده. ببینید دوستان، اگه توی گیمی فریمی که دارین از گیم میگیرید، یعنی بدون فریم جنریشن، فریمی که دارید از گیم میگیرید بالا پایین میشه و
ثابت نیستش، میتونید بیاید از حالت آداپتیو استفاده کنید. آداپتیو یعنی چی؟ شما مثلا فریمتون بین 40 تا 60 در حال تغییره. خب و شما میخواید مثلا بگید که آره آقا من میخوام فریمم تا 120 فقط بالا بیاد، یعنی فقط تا 120 فریم جنریت بشه و ساخته بشه، بیشتر از این نیازم نیست. شما میاد میذارید رو حالت آداپتیو و اینجا تارگتی که زده 180 برای من، حالا شما مثلا تغییر میدید 120 که میشه 120 فریم براتون جنریت میکنه کنار فریمی که خود بازی بهتون میده. مثلا اگه خود بازی بهتون 60 تا فریم میده، اینم میاد 60 تا دیگه میسازه و میذاره روش و میشه 120. یه حالت دیگه هستش، یه حالت پرفورمنس که از کارت گرافیکتون برای فریم جنریشن ساختن کمتر استفاده میکنه و کمتر فشار میاره به کارت گرافیکتون. ببینید دوستان، موقعی که فریم جنریشنی فرق نمیکنه چه فریم جنریشن AMD باشه، چه انویدیا باشه، یا چه نرم افزاری باشه فریم جنریشنش مثل این برنامه، یه پرفورمنسی از فریمی که دارید داخل بازی میگیرید کم میکنه. مثلا من موقعی که فریم جنریشن یا روی گیمی فعال نکنم 60 رو میگیرم، ولی اگه فعال کنم ممکنه تا 55 بیاد پایین و این طبیعیه. و این حالا شما میاد گزینه پرفورمنسی که روشن میکنید، این میزان کم کردن فریم واقعی رو کمتر میکنه. مثلا دیگه فشاری که به اون حد قراره برای فریم ساختن به کارت گرافیک بیاره رو نمیاره، ولی در ازاش کوالیتی فریم ساختنش یه ذره پایین تر میاد و ممکنه شما داخل بازی گوستینگ ببینید یا پارگی تصویر ببینید که من اینجا روشن نمی کنم. ولی اگر فکر کردید که بازیتون زیاد به اون صورت فریمش ثابت نیست، میتونید این رو فعال کنید که زیاد به اون صورت مشکل برنخورید. این از این. و حالت فیکسدش هم که حالت فیکسه، یعنی شما اینجا نوشته حالت 2 برابر میخواید، 3 برابر میخواید یا 4 برابر یا اصلا 20 برابر. ولی خب موقعی که بیس فریم شما پایین 45 فریم باشه، شما پارگی و گوستینگ داخل بازیتون حس میکنید و زیاد جالب نیست. پیشنهاد من اینه رو هم آداپتیو بذارید و طبق هرتزی که مانیتورتون پشتیبانی میکنه اون رو ست کنید. الان مانیتور من مثلا 180 هرتزه و من اون رو 180 ست میکنم چون بیشتر از این نیاز ندارم. و اینجا موقعی که ست کردم پایینش یه حالت کپچر هستش. این کپچر برای چیه؟ موقعی که میخواد فریمی که داخل گیم براتون بسازه به چه صورت میخواد بسازه، رو حالت DXGI باشه یا WGC. ببینید دوستان، اگر ویندوز 10 هستید و ویندوزتون قدیمی یا ویندوز 10 هستید، ترجیحاً بیایید از روی WGC استفاده کنید. اگر نه ویندوز 11 هستید و آخرین آپدیتید و مشکلی ندارید، میتونید بیاید از گزینه اول DXGI استفاده کنید. حالا میگید فرقش چیه؟ اگر شما ویندوزتون بیش از حد قدیمی باشه و شما بیاید حالت DXGI استفاده کنید، برنامه به صورت درستی کار نمیکنه و شما فریم جنریشن فعال میشه براتون داخل گیم ولی هیچی احساس نمیکنید. عملا انگار مثلا CFS. اونجاست که فریم جنریشن به ظاهر زده برای شما فعال شده ولی در اصل چیزی فعال نشد. بعد به گزینه دیگه کاری نداریم. این بغل یه حالت اسکیلینگ هستش که آپ اسکیلای خودشو داره. آپ اسکیلاش بیسیکه، چیز خاصی نداره. ترجیحاً میتونید فعال نکنید و آپ اسکیل خود اون بازی استفاده کنید. اگر خیلی مجبور بودید میتونید بیاد از FSRش استفاده کنید. FSR 1 هستش و بقیه‌شون یا جالب نبود من استفاده کردم. و بهترینش میشه همون FSR 1. اگر میخواید FPS رو داخل گیم ببینید، اینجا رو اینو روشن کنید. اینو بهتون بگم که موقعی که این برنامه براتون فریم رو داخل بازی میسازه، توسط MSI Afterburner نشون داده نمیشه. این که پایین ترش هم یه حالت GPU دیسپلی داره. اگر دو تا کارت گرافیک دارید میتونید بیاید بذارید روی دومین کارت گرافیکتون. من چون یکی دارم برای من نشون داده نمیشه و اوتوه. و اگر دو تا دیسپلی دارید براتون دو تا دیسپلی نشون داده میشه که رو کدوم مانیتورتون دارید بازی اجرا میکنید. من مانیتور اولمه رو همون حالت اوتو میذارم و تغییرش نمیدم. و بقیه گزینه‌ها که دیگه من دستی بهش نمیزنم. حالا وارد گیم میشیم. خب ما اینجا وارد گیم شدیم و موقعی که براتون این برنامه کار کنه، این بالا براتون FPS نشون داده میشه و حتما اون درای FPS داخل برنامه که میشه این قسمت حتما فعالش کنید که یه جوری متوجه میشید که برنامه آیا داره کار میکنه یا خیر. و موقعی هم که داره کار میکنه اینجا آن اسکیل براتون نشون داده. ولی احیانا اگر
براتون کار نکرد، خود به خود فعال نشد، اینجا ما اینو از این حالت در بیاریم. بله. اینجا گزینه اسکیل موقعی که فعال نشه. خب روی این گزینه میزنید، 5 ثانیه مهلت دارید که آلت تب کنید روی بازی. الان فریم جنریشن روی بازی فعال شد برای من و میخوایم حالا یه تست بگیریم داخل گیم ببینیم چه جوریه عمل میکنه. و حتما یادتون باشه بازی روی فول اسکرین نباشه چون این کار نمیکنه روی حالت فول اسکرین. وارد گیم شدیم. ببینید بیس فریم من داخل گیم 50 هستش و این توسط فریم جنریشن الان تبدیل شده به 180 همین حدودا. به اون صورت گوستینگ زیادی ندارم ولی دیلی هم به شدت بالا رفته. برای کاهش دیلی هم اینپوت دیلی هم بهتون یه چند تا راه حل میگم بس کارت گرافیکی دارید. یه نمونه راه حلی که دارید میتونید بیاد داخل اون بازی اگر اون بازی پشتیبانی میکنه، حالا من نمیدونم این بازی پشتیبانی میکنه یا نه، اگر کارت گرافیک این ویدیو دارید میتونید بیاد داخل اون بازی و این ویدیو رفلکس رو داخل اون گیم فعال کنید. این یکی از راه حلشه. راه حل دیگه هم برای کارت گرافیک های AMD اینه که شما برید داخل کنترل پنلتون. الان من کارت گرافیک AMD ندارم بهتون نشون بدم. وارد کنترل پنلتون بشید. موقعی که وارد کنترل پنلتون شدید اونجا گیم مد نظرتون که مثلا هر چی که روش فریم جنریشن رو فعال کردید پیدا کنید و روش بزنید و یه گزینه آنتی لگ براتون نشون داده میشه و اونو فعال کنید و اونم اینپوت دیلیتون رو تا حد ممکن پایین میاره. خب این از آموزش ما بود. اگر سوالی چیز خاصی داشتید حتما از ما میتونید بپرسید زیر همین ویدیو قسمت کامنت ها. دوستانی که ما رو تو یوتیوب میبینن داخل تلگرام ما PC گیمینگ ها ما رو دنبال کنن. ما از این ویدیوها هم داخل یوتیوبمون هم داخل تلگراممون و آموزش های دیگه، اخبار روز، گیم هایی که جدید میان، گیم های کرکی، همه اینا رو ما میذاریم. خوشحال میشیم ما رو اونور دنبال کنید. و اینکه دوستانی هم که تلگرام دارن میبینن خوشحال میشیم ما رو داخل یوتیوب سابسکرایب و لایک کنید که ما همچین ویدیویی رو بذاریم. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.